ای خالق جمله خلایق، ای بر تو لباس کبر لایق، ای داده ز ما تا به ماهی، هر ذره به عزتت گواهی. مفاخر ایران زمین. در سال 1184 هجری قمری در منطقه آستانه کزاز در نزدیکی شهر عراق کودکی متولد شد که بعدها از علما و فضلای عصر خود به شمار می آید. مجتهدی توانا، حکیمی معتقد، علامه آیت الله حاج ملا اسماعیل فدایی کزازی. ایشون از شخصیت‌های برجسته قرن 13 هجری بوده و شاگرد میرزای قمی و علامه طباطبایی صاحب ریاض، فرد بسیار فرهیخته و صاحب آثار متعدد و فراوان که نام آثار ایشون در کتاب‌های مختلف از جمله از ذریعه آمده. یکی از ویژگی‌های علامه فدایی طبع موزون و غریزه خوش ایشان در سرودن اشعار زیبا و دلنشین است. کجا دل طاقت آرد زهر هجر یار شیرین را، چه می‌پرسی ز زخم دل نظر کن اشک خونین را. ندارد سنبل دل باکی از دهقان و داس او، که نتوان بدرویدن خوشه ای مانند پروین را. ارادت وصف ناپذیر علامه به اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصاً مولای متقیان، منشأ غزل و قصیده سرایی این عالم فرزانه و علم و قدرت قلم ایشان مبدأ نگارش متون ارزشمند و تألیفات مهم وی در دوران حیات پربرکت علامه فدایی به شمار می آید. تخلص علامه در تمام اشعارش از جمله مثنویات، قصاید و غزلیات فدایی ذکر شده و ایشان در کتاب عقد اللآلی درباره این انتخاب اشاراتی را عنوان می دارد. وی میگوید در آغاز دوست داشته از تخلص خود را ذبیحی بگذارد، ولی متوجه می شود که شاعری در یزد که مورد علاقه ایشان بوده تخلص ذبیح را انتخاب کرده و علامه به خاطر اینکه ارادت خود را به او نشان دهد از تصمیم خود منصرف شده و تخلص فدایی را برای خود برمیگزیند. هم نام ذبیح تو ز آغاز، پرورده چو مادرم به صد ناز. عمریست کز این نوید دلشاد، خود را به فدایی آورم یاد. دیوان گرانبهای علامه فدایی مملو از اشعار نغز و سروده های دلپذیر است. با رفیقان همه شب از تو سخن گویم و گریم، هر که گوید سخنی نام تو من گویم و گریم. حسن وجه نگاری که من از طالع رویش نو کنم، مطلع و بر وجه حسن گویم و گریم. یوسف من خبری دیده شد از گریه سفید، تا به کی بی تو در این بیت حزن گویم و گریم. به راستی بعض از اشعارشون با اشعار شاعرای بزرگ مقابله میکنه. تألیفات دیگر علامه حاج ملا اسماعیل فدایی که تعداد آنها به حدود 20 جلد میرسد در حوزه‌های فقه، رجال، کلام و حدیث به رشته تحریر در آمده است. جنات النعیم در مدح حضرت عبدالعظیم. شرح النظام در تاریخ زندگی حضرت رسول. عوامیة الامامیه. مناسیة العوامیه. کشف الاسرار در رموز اشعار. عقد اللآلی در اصول و اعتقادات. رسالة المجلسیه.
صحیفة الشعر رسالة القبن. ایشون در زمینه‌های گوناگون از جمله فقه، تاریخ، حدیث، رجال صاحب آثار هست و از اثر ایشون یکی شرح حال حضرت عبدالعظیم هست که چندین سال قبل توسط دارالحدیث شهرره به چاپ تصحیح به چاپ رسیده و این دومین کتابی است که کتاب دیوان اشعارشون که در واقع در اختیار علاقمندان گذاشته شده. علی‌رغم وسعت آثار علامه، آنچه درباره او تأمل برانگیز است گمنامی ایشان است. مرحوم آقا بزرگ تهرانی در مجلدات گوناگون الزریه بسیاری از آثار علامه را نام برده، ولی در اغلب شرح حالها به ویژه تذکره شاعران نامی از او به میان نیامده است. علامه در میان همه متفکران و متقدمان اسلامی به خواجه نصیرالدین طوسی علاقه‌مند بوده و علامه حلی، شیخ بهایی و فیض کاشانی را مورد ستایش قرار داده است. از اساتید مهم و اثرگذار علامه میتوان به سید محمد فرزند سید علی اکبر، میر سید علی فرزند محمد علی طباطبایی، میرزا ابوالقاسم فرزند حسن، شیخ موسی فرزند شیخ جعفر نجفی، ملا رضا استرآبادی و نیز ملا اسماعیل یزدی عقلایی نام برد. آثار علامه حاج اسماعیل حاکی از تسلط او به مباحث علمی و دینی است. علامه توجه ویژه‌ای به عرفان داشته و در بررسی برخی اشعار وی که یادآور فراس‌هایی از دعای کمیل و دعای عرفه است میتوان به سلوک روحانی ایشان در وادی عرفان پی برد. حضرت آیت الله استادی در مرقومه‌ای چنین عنوان می‌دارند: به نظر بنده احیاء آثار موجود از این عزیز علاوه بر اینکه برای حوزویان سودمند است، از مصادیق سپاسگزاری از زحمات و تلاش‌های علمی او، آن هم با شرایط سخت آن روزگار میباشد و اقدام به برپایی بزرگداشت او نیز بسیار مناسب و هر کس و هر نهاد در این مسیر کمکی کند گامی در راه علم و ترویج مکتب اهل بیت برداشته است. علامه آیت الله حاج ملا اسماعیل فدایی کزازی در سال 1262 هجری قمری چشم از جهان فرو بست و عمر پربرکت خود را در راه ترویج مکتب تشیع و تبیین علوم اسلامی سپری نمود.
کن